به نام خداوند بخشنده و مهربان. حمد و ستایش بر خداوند یکتا و درود و پیام بر پیامبر مصطفی. و بعد، السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، پیامبری عظیم الشأن ما، درود و پیام خداوند بر ایشان باد، هر آن چیزی که خیر و نیکی و برکت است، چه از امور دنیا و چه از امور آخرت، ما را به سوی آن راهنمایی کرده است. در حدیث مبارکی که امام مسلم آن را در صحیح خود روایت کرده، ایشان می‌فرمایند: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. یعنی نزد خداوند عزوجل مؤمنی قوی و توانمند از مؤمنی ضعیف بهتر و محبوب تر است و در هر دو خیر هست. به هر آن چیزی که برایتون نافع باشد، مفید باشد، حریص و مشتاق باش و خود را عاجز و ناتوان مشمار و از خدا کمک بخواه. و اگر برایت اتفاق افتاد مگو اگر چنان میکردم چنین و چنان میشد، بلکه بگو خداوند عزوجل این را مقدر کرده و هر آن چیزی که بخواهد آن را انجام می‌دهد، زیرا اگر در وسوسه های شیطان را بر انسان باز می‌کند. این حدیث مبارک بر این دلالت می‌کند که شخص مسلمان می‌باید قوی باشد، از نگاه ظاهری و از نگاه باطنی. قوی در جسم و بدن، قوی در ایمان و اعتقاد، قوی در فکر و اندیشه، قوی در عزم و اراده، قوی در مال و دارایی، قوی در موقع اجتماعی، در هر مجال، در هر ساحه قوی باشد، توانا باشد. و قوی بودن در همه این جنبه ها و داشتن این توانایی ها شخص را در نزد خداوند محبوبتر و عزیزتر و گرامیتر می سازد. پس اینجا فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم، استاد بشر، مسلمان را به سوی این راهنمایی می کند که همت عالی داشته باشد، اراده قوی و استوار داشته باشد، به هر کاری بزرگ که مفید است، که خیر است، بدون تردد، بدون نومیدی، بدون شک و شبهه، با عزم و اراده قوی اقدام نماید. اگر در بسته شد، در دیگر را کوبد. اگر در جای با کسی در سرزمین کار او برار نگرفت، میدان دیگری را ببیند، با کسی دیگر بسنجد، در شهر دیگر کار و عمل را براه ماند. مهم راه افتاده نشود، نومید نگردد، به ناتوانی، به فقر، به ناداری، به عجز و مایوسی داده نشود، بلکه پرکار باشد، بلکه همیشه از خداوند کمک و یاری خواهد. با توکل بر خداوند به هر کار که مفید است به آن اقدام نماید. واستعن بالله ولا تعجز. درس بزرگ در روانشناسی است، درس بزرگ در راه رسیدن به موفقیت هاست. در هر کارت از خدا کمک بخواه، ولا تعجز، و خود را عاجز و ناتوان مشمار. به خود مگو نمیتوانم، بلکه بگو چگونه کنم. واستعن بالله ولا تعجز. در رسیدن به هر آرزویت، در عملی گشتن هر نقشه‌ات، در رسیدن به قله های موفقیت در امور دنیا و در امور دین از خدا کمک بخواه و حتما خداوند کمک خواستگان را نادیده نمیگیرد، سعی کننده ها را ضایع نمی سازد. در این مورد عارف بزرگوار ابن عطاءالله سکندری در حکمتهایش می فرماید: ما توقف مطلب انت طالبه بربک و ما تیسر مطلب انت طالبه بنفسک. یعنی هر آن مرادی که تو با کمک خواهی از خدا آن را طلب نمایی و آن رسیدن خواهی، میسر میگردد. و هر آن مراد و آرزویی که تو خود به تنهایی میخواهی برسی، عملی نمیگردد. در هر کار خرد و بزرگ میباید به خدا رو آورد، از او کمک خواست، از او کشاده شدن آن در را طلب نمود و امید میسر گشتن مراد و آرزوها و رسیدن به قله های موفقیت در امور دین و دنیا. خدا یارد.